Assalomu alaykum ota-ona izingizda salomat bo'lsin. Ba vositaи oilaи мо бо муомала ва рафтори хонаи мо дута хоҳари рус мусалмон шуданд дар Тоҷикистон, дар Душанбе. Якташ христианка буд, якташ падару модараш чӣ буданд? Падараш коммунист буд, модараш христианка буд. Як рӯз ҳамон хоҳаре ки янамун модараш христианка, падараш коммунист дар хонаи мо омад, хонаи мо با ما دوستی میکرد. اون مرا میدونی چقدر یافتگی به دخترکی اون روز ولی وراج کلام است، دختری زور است. ولی مرا با واسطه یک همسینفش یافت. همسینفش شاید بگیم خشوش بوده که پیش ما درس گیری اومدن، درس انگلیسی میگفتن یکیسته. بعد همین دختره که روش نه که ما یک خواهر مسلمان یابیم که وای زبان روسیه داند و از دین اسلام با خبر باشه. تصور میکنین؟ این در جستجوی دین اسلام بود اصلا خواهر مسلمان. بعد این میکوباد من میابد بعد میبیاد خونه ما یکم ببینید چه اومدگیه به شما نقل کنم یکم اومدن بعد طرز مسلمان شدن به شما بگم بعد خونه ما میبیاد در این مورد خیلی پوشیدگی میپوشونه محکم نمیکنه میپوشون در تک تک میکنه میگه در میگه در این و من با همراهی مادرم در زال گپ زده چقچق قد خنده زده با همراهی مادرم میگم و در میکشه میگم که ممکنه در این تصور کنم که شوگیده اومده است میگم در کمد شنید نمیام میگم در این طرف دست چپ بروین با اوسی میگم طرفش شنیدم نمیبینم و میگه که من حیران شدم که چه شما ما روی کردین. Ой, здравствуй, кого я вижу? Моя хорошая умничка. Как ты, все нормально? Нормально. Гуляет, да? Ну, я думаю, конечно. Как Боря твоя? Да вот Боря. Гуляете, да? Как здорово. Ну что это, сегодня хоть дождя нет. Да, прогулочная погода, правильно? Да, сейчас прогуляешься. Хорошо. Давай, Олечка. Пока. یه همسایه من این نمیخه معامله باید کنیم. این همسایه من دیدین پکا این نمیخه باید معامله کنیم. فهمیدین همسایه من دیدین چه خداوند آورد توغری آوردش که آمد قدیما سلام کرد رفت. اولیا نام داره سگش بوری نام داره. پیغمبری ما با همسایه‌اش یهودی بود چگونه معامله میکرد. از شما با مسلمان چخیلی چگونه معامله دارید؟ شما مسلمان ایخه میکنین خدا نکنه که یک تا غیر مسلمان با شما با سگش ایخه بیاید شما قطعی سلام کنن و چخیلی میکنین میگرین پسلاش میکنن اوسبرات مسلمان قطعی ما گام نمیزنم خیلی میکنین شما مسلمان برادری خود خواهر خود سنگ میزنین سخنهای زشت میگین زشتانه درشتانه رفتار میکنین. این خواهری عروس وقتی که میاد خانه ما وقتی که میگم که روین با خانه اینا به شما گفتم معامله چه معامله کنین چه باید رفتار کنیم دیدین این همسایه ما این هم عرق است همین قدر مینوشد زپای میشد میرود نازک شوره اومده من هم چون مسلمان واقعی با این باید معامله کنم و خودم رو نشون دادم که مسلمان کی هستیم و چگونه رفتار داریم. شما چگونه رفتار کرده اید؟ شما خودتون میفهمید که چه کردید؟ گفتی روسا میگن که а ты слышишь, что ты говоришь? شما даже حتی نمیفهمید که شما چیکار کرده اید. شما با این رفتارتون که دین اسلام داغدار میکنین. در دین اسلام ما میگه که اسلام به ذات خود ندارد. عیبی هر عیبی که است در مسلمانی ماست. علی مسلمانی تو قد شما دین ما رو داغدار میکنه که بعد اون خواهرایی که ساتر ندارن حجاب ندارن همون تصور میکنن که اسلام خیلی بده است. اسلام خیلی باشه من به ساتری سوزای بیام حجابیم خوبه گشتن میگیرم. اینو ببینم مثل شما آدم‌ها را کن رفتارتون با هم اتال کار میکنین گفتیم روسو خیلی میکنین دور میگریزن. اما خواهر روس که خونه ما اومد ما وقتی گفتم که تو خونه رفتش نگو بعد طرف میگفت که چه شما اومده باور کردین که شما گفتین که روید او خونهش نگو. من فکر کردم که شما رفتاری شما میگم مرا به شما نزدیک کرد. شما چه مسلمانان وقتی که درک شدم شما به ما باور کردین من گفتم که روید او خونهش نگو. این علاقه میگم مرا به شما چند قدم پیش کرد. تصور میکنین که همین رفتاری که من با وای گفتم که رفته در او خونه شینین کو او را چند قدم با دین اسلام نزدیک کرد. به من نزدیکتر شد با شما با ویدیو میکنم چند تا دیگه که چه خیلی با وای نزدیک شد چه خیلی آدم وای چند قد تلا کردن مثل این شما برای مسلمان او را تلا کردن که او با رفتار معامله اویله ما با رفتاری ما با وای اومده و چه خیلی به اسلام در اومد. این ویدیو زیاد من مثال های که دارم در حیاتم میگم که حقیقت به شما نقل میکنن چون که در حقیقت در حیات مشتگه باید با ویدیو میکنن.
با دقت گوش کنین، کسایی که خیتر میکنین بخصوص. خب لایک پلیلیست رو فراموش نکنین، از با ما ویدیو میکنن.